در حمله‌های وسیع مقیاسی اوکراین به پایتخت روسیه و ولایت مسکو دست کم 2 نفر کشته شدند. به قول مقامات در حمله‌های صبحی 11 مارس 18 نفر دیگر جراحت برداشتند. آسیب دیدگان از شهرک ویدنه و در روستایی هم در نزدیکی شهر دمدیتوو بودند. سرگئی سابیانین رئیس شهر مسکو در کانالش در تلگرام گفت که نیروهای روسیه 70 پهپاد عظیم شهر مسکو را از بین بردند. وزارت دفاع روسیه میگوید که در مجموع 337 پهپاد اوکراین را در گوشه‌های گوناگون کشور زده و نابود کردند. معلوم نیست در حمله‌های اوکراین چقدر درون به کار بردند، ولی آن یکی از حمله‌های وسیع مقیاسی اوکراین به قلمرو روسیه در چند هفته گذشته به حساب می‌رود. حمله گسترده در زمانی صورت می‌گیرد که مقامات بلندپایه آمریکا و اوکراین در عربستان سعودی جمع آمدند و درباره راه‌های پایان دادن به جنگ صحبت می‌کنند. مذاکرات یک روزه دو جانب اولین ملاقات مقامات رسمی آمریکا و اوکراین بعد از دیدار جنجالی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است که در آن دو طرف دایر به قطع جنگ و رسیدن به صلح در نزد خبرنگاران آشکارا بحث و جدل کردند. پرزیدنت ایالات متحده دونالد ترامپ به نتیجه این همایش خوشبین است. اما چرا عربستان سعودی میزبان گفت و شنید شده است؟ موضوع را همکارم طاهری سفر پیگیری کرده است و حالا با من در استودیو است. درود بر شما. پس چرا محض عربستان سعودی؟ بله، سلام شعلا و سلام بیننده عزیز. نقش عربستان سعودی چون میانه رو در مذاکرات صلح هنوز ماه فوریه زمان در مرکز توجه قرار گرفت که بین دیپلمات‌های آمریکا و روسیه اولین دور مذاکرات برای پایان دادن جنگ در اوکراین برگزار شد. این گفت و شنیدها با کاهش شدت در رابطه سرد بین واشنگتن و مسکو امیدوار کرد چون دو کشور برای برقرار کردن مناسبت‌های دیپلماتی به موافقه رسیدند. اوکراین در پس میز مذاکرات جای نداشت و کیف و کشورهای اروپایی را آن نگران کرد که آمریکا و روسیه تلاش دارند پشت سر اوکراین و از نام این کشور سازش کنند. حالا چرا جدی؟ گپ سر این است که پرزیدنت آمریکا با عربستان سعودی یک رابطه خاص و نزدیک دارد. برای مثال نخستین زنگی که ترامپ بعد آغاز کارش در ماه ینور گرفت از محمد بن سلمان بود. این شاهزاده سعودی بعد ترامپ گفت میخواد در 4 سال آینده در آمریکا 600 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنند. ترامپ هم اعلام کرد که نقشه دارد هفته‌های نزدیک به عربستان سعودی برود، ولی شاهزاده با کشورهای دیگر هم رابطه نیک دارد. او دوست قدیمی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین است. روسیه و سعودی سالهای اخیر همکاری‌های نزدیک به راه ماندند و مخصوصاً در دایره سازمان اوپک و برای استخراج نفت. محمد سلمان همچنین از مهمان‌های افتخاری پوتین در مراسم آغاز بازی‌های جام جهانی فوتبال در سال 2018 بود و رهبر کرمل خودش به استقبال او رفت. خب آیا خوشبینی پرزیدنت ترامپ از اینجاست یا نشانه‌های سازش نیز دیده می‌شود؟ شالا هنوز چیزی مشخص رسانه‌ای نشده است و در ضمن روزنامه‌نگاران میگویند عربستان سعودی میتواند این گفت و شنیدها را دور از چشم رسانه‌ها و در فضای آرام برگزار کند. احتمال کیف، واشنگتن و مسکو برای یک روند صلح آمادگی نشان خواهند داد، هرچند حالا یگان راه دقیق برای حل نزاع به نظر نمی‌رسد. آنچه بیشتر رسانه‌ای شده است شالا این است که واشنگتن کیف را به گذشته‌های راهنمایی می‌کند، اما روشن نیست روسیه باید چه گذشته‌ای کند. به هر ترتیب مذاکرات یک نتیجه خواهد داشت که محمد بن سلمان را چون یک میانه‌روی تاثیرگذار معرفی خواهد کرد و عربستان سعودی را همچون کشوری که بتواند در این روند نقش مهم بازی کند. تشکر. همکارم طاهری سفر بود که درباره منطق میزبان مذاکرات صلح اوکراین انتخاب کردن عربستان سعودی صحبت می‌کرد.